آقا سلام خدمت رفقای عزیز. ما جمع کردیم کمربند و پایه دوربین و اینا. برم عرض به خدمت شریف تمرینی بکنم. بعضی روزا مغز مردها پریود میشه بدون هیچ دلیلی، اصلا هیچ ربطی هم نره اتفاقی بیفته نیفته. رفتم اتاق غذا خوردم، حالا اینجا رو گوش کنیم بخندیم. من از جلو هتل که پیاده شدم اومدم سمت چپ هتل پارک کردم. سرشونه داری که خط حال کنیم. ای کودگر ابرود بره بالا، ای کودگر. فقط گوش کن حالا بدش کنیم. بعد همون لحظه که اومدم دور بزنم ساکمو بردارم دیدم یه دخترم از یه دونه عین ماشین من اونور ساک در آورده و پیاده شده. بعد آقا هیچ چیز در این دنیا الکی نیست، به خداوندی خدا. این عینک عوض کنم، این عینک بغل کلمو درد میاره. یادم باشه میخوام برم اونجا تو گلملینا یه عینک این نرمتره. بعد دوز باشه کنکش. حالا گوش کن. بعد همینجوری که پیاده شدم آجی من خیلی اعتقاد دارم به کلاش بازی های یهویی، خیلی هم برای من پیش میاد، ولی هیچ موقع برای هیچکی هم تعریف نکردم. اون موقع قبل اینکه با شما هم رفیق باشم حتی برای آجاراش هم تعریف نمیکردم. هر سری هتلی برم جایی برم یه صفحه کلاش میسوزونم، پیش میاد. حالا از رسپشن بشه، در همسایه بشه، دور و بر بشه، پیش میادم اینجوری. اینقدر که انرژی میذارم. حالا این بابا خفه شو اینو تعریف کن گاییدی بابا. بعد همینجوری چون نگاش میکردم گفتم به نظرت مرد اون بر پیاده میشه یا این خودش واقعا تنهاست؟ آقا دیدم تنها در ماشین رو بست و رفت تو هتل. این که رفت تو هتل من پشت سر این رسیدم. من آشغال دستم بود، همین پروتئین شیک و اینا دستم بود، آشغال رو بودم دم در بریزم. بعد تو صف که وایسادیم من پشت سر این وایسادم. بعد شلوارک پوشیده بود و خیلی کول بود دختره. من فکر کنم 27 میخورد اینا، میخورد که الان میدونم 27 مال آریزونا بود. همین آریزونا جایی که میخوام برم. گفت اومده بودم اینجا کارمند اویل اند گسه. بعد گفت اینجا اومدم سن آنتونیو میتینگ دارم. اینا رو بعدم فهمیدم. حالا اینو گوش. بعد اون کارکنان اونجا دوتا جوونن منو فالو میکنن. بعد یه من دیدن هی چطوری و فلان و اینا. بعد این داشت به اون دختره میگفت که آره این اینفلوئنسره. به یکی از رسپشن به یکی از این که تو رسپشن 3 نفر بودن، اون 2 نفر داشتن به اون یکی میگفتن. این دخترم داشت گوش میداد. آجی ما به من کارت من آماده بود، کارت من آن فایل اونجا، یعنی از قبل من هر هفته نیستم این هتل میرم اونجا بود کارتم. اون یکی من صدا کرد گفت بیا کلید کارتو بگیر. من اومدم کلیدو بگیرم، دختره من این نگاه کرد و حالا کاری نداریم ما بد نیستیم آجی دیگه، خارشو گاهیدن آجی مثل دکل فشار قوی هم من دیگه. دختر تنها اومده اینجا، یه پسر سر کله خالکوبی اصلا بگین تو این هتل کسکی چیکار میکنه. anyway من که رفتم اونجا غذا رو گرم کنم، گفتم رسیدیم تو مسافرخونه، هنوز اتاق نرفته بودم دیگه. اون سر نبشه تو همون هر طبقه سر نبشه مایکروفون یخ داره. من چون تو گوشی کس شرخ میزدم تا غذای گرم بشه، دیدم دلینگ در آسانسور باشه. برگشتم دیدم همین دختر است. دختره سر تا پای ما نگاه انداخت و راه افتاد رفت. این راه رو طولانی بود. من همون لحظه غذا آماده شد، غذا رو گرفتم. این برگشت منو نگاه کرد، من سر تکون دادم اینجوری، رفت تو اتاق و صداشو در نیاورد. حالا اتاق تو اون 200-300 تا طبقه، 200-300 تا اتاق، میگن دیگه خدا بابا من تو گیم خدام دیگه آجی باورش دارم دیگه. به جان قدیر بغلی من نه 2 تا اونورتر دو 500 تا اتاق، نه 2 تا اونورتر نه 2 تا اینورتر، دقیقاً بغل من. الان بریم تو اتاق و شما نشون میدم. اتاق 2 تا بین اتاقا در داره، از این درها داره خانوادگی، ولی من مال خودم رو قفل کردم، اونم مال خودشو. آجی غذا رو خوردم دیدم دلم طاقت نمیاره دیگه. گفتم بابا داره چی برای بغل تنهایی اون داره به من فکر میکنه من به اون کسولم مگه.
فهمیدی؟ داشتم غذا میخوردم میذاره بیحال بودم، دیدی که ویدیو گرفته بودم میذاره اون انرژی همیشگی رو نداشتم. داشتم غذا میخوردم تو دلم گفتم ببین توی کره زمینه که این بیلیون آدم دارن زندگی میکنن کسخل، این دختر تو رو نگاه کرده، تو هم نگاه کردی، خدا اینو آورده بغل اتاق تو، دیگه خارکوسه چیکار باید برات بکنه؟ کله رو آوردم بیرون اتاق، شماره در اتاقش نگاه کردم، اتاق خودم زنگ زدم. برداشت گفت هلو، گفتم هلو، بعد گفت یس، گفتم ببین من این بغلیتم. تو از کجا میدونی من توی این اتاقم؟ گفتم من دیدم خب تو اومدی دیگه، منم اتاق بغلی تو هم. گفتم میخوای با هم صحبت بکنیم اینا؟ گفت کدوم اتاقی؟ من گفتم یه دقیقه، گفتم وایسا، رفتم در وسطیه رو زدم. هیچی، در وسطیه رو زدم و اینا، بعد دختره گفتم بیا از اون ور بیرون. در اومد بیرون، گفت تو چیکار میکنی؟ من چیکار میکنم؟ اینا بعد بهش گفتم ببین یه سوال ازت دارم. آجی دوستایی که منو میشناسن میدونم من همینقدر دیوانه هستم. گفتم ببین یه سوال ازت دارم. گفت یس. گفتم من خوشت اومده؟ گفت که آره ولی. گفتم دیگه ولی رو ولش کن. گفتم من دارم میرم ورزش کنم الان. گفت اوکی. گفتم بعدش اگه خواستی من میخوام برم چیز بخورم، بیا با هم بریم. گفت من ساعت 4 صبح باید برم. اون گفت. گفتم اتفاقا منم 4 صبح میخوام برم. گفتم اصلا میخوایم نخوابیم تا 4 صبح. یه نیشخندی زد و اینا، گفت حالا برو برگرد بیا حالا با هم صحبت میکنیم دیگه. حالا نمیدونم با برادر مارک شام برم گوشتخوری یا که تو هتل بمونم برای گوشتخوری. الان فعلا نمیدونم با چیکار کنم. این شد از برنامه ما. منظورم که به هر چیزی انرژی بدی میاد سمتت. حالا نتیجه گیری چی میشه؟ حالا الان بچه‌ها میگن که خب این که حالا دختر بود دیگه، به دختر انرژی دادی اومد دیگه. به مشکلات زندگی که به زبان عامیانه میگن کیره‌خر، به کیره‌خر هم انرژی بدی با همین سرعت میاد سمت آدم. اینو میخواستم بگم. نمیخواستم بگم که امشب قراره صفحه کلاژ بسوزونم و ولش کن. خواستم بگم که به هر چیزی انرژی بدی زنده میشه، حتی به مشکلات. آره فدای تو بشم. من دارم میرم ورزش بکنم. هنوز نمیدونم میخوام سینه بزنم یا سرشونه. حالا میخوام الان جلو باشگاهم، میخوام برم تو تصمیم بگیرم ببینم کدومو بزنم. آقا خیلی مخلص شما، ممنون که همراه آیسی عقاب هستین. کوسیان و ژیبژابیانو، فدای من، فدای تو، فدای اون.